کشورهای آسیای مرکزی از چین پشتیبانی کردند. طالبان با جنگ بزرگ تهدید می‌کند. ازبکستان درخواست کارگران. کشورهای آسیای مرکزی در رابطه با سفر رئیس پالاتای نمایندگان کنگره ایمع نانسی پلوسی به تایوان و وضع کنونی سیاسی اطراف این سفر که تمام جهان آن را با حساسیت مشاهده می‌کرد، از چین پشتیبانی بچونه چرای خود را بیان کردند. سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان روز 4 آگوست گفت قزاقستان از پرینسیپ چینی یگانه پشتیبانی میکند و تایوان را جزئی جدا نشونده قلمروی جمهوری مردم چین میداند. او تاکید کرد که قزاقستان جانبداری رعایت معیارهای موجوده حقوق بین المللی و آیین‌نامه سازمان ملل متحد میباشد. وزارت کارهای خارجه ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان نیز همین گونه اظهارات دادند. در رابطه با رشد وضع در اطراف تایوان، وزارت کارهای خارجه ازبکستان با کاهش هرچه زودتر شدتناکی به وجود آمده اظهار امیدواری میکند. ازبکستان پیوسته از سیاست چینی یگانه، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی این کشور موافق معیارها و پرینسیپ‌های از جانب عموم اعتراف شده حقوق بین المللی پشتیبانی میکند، گفته میشود در اظهارات وزارت کارهای خارجه ازبکستان. جمهوری قرقیزستان تغییر نیافتن موقع خود را عاید به مسئله تایوان و پشتیبانی از سیاست چینی یگانه را که در همه سندهای بنیادی قرقیزستان و چین بیان شده است، بار دیگر تصدیق میکند. گفته شده است در بیانیه وزارت کارهای خارجه قرقیزستان. در سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان آمده است: تاجیکستان از تمامیت ارضی چین بر اساس معیارها و اصولهای اعتراف شده حقوق بین المللی پشتیبانی میکند. تحلیلگران قید می‌کنند که با وجود این، رژیم‌های کشورهای آسیای مرکزی از رعایت قانون بین المللی درباره روسیه که 10 ساله‌ها باز با بهانه گوناگون در کشورهای مختلف جنایت‌های نظامی صادر می‌کند، عموماً نگران نیستند. Они воюют с мирными женщинами, это ж трусость. Даже воробьи на людей, извините за выражение, бросают на человека, мирных жителей, вот сидящий помет. Это тоже такие же птицы, которые бросают с воздуха на нас ядовитые пометы свои. یادداشت میکنیم که چین بزرگترین قرض دهنده و سرمایه‌گذار در منطقه بوده. همه کشورهای آسیای مرکزی از پکین قرضهای کلان دارند و واقعا از آن وابستگی اقتصادی دارند. به این طریق طبق معلومات وزارت مالیه تاجیکستان از ماه فوریه سال 2022 به چین 34% قرض خارجی تاجیکستان یعنی 1 میلیارد و 390 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا راست می آید. قرض قرقیزستان تا ماه ایون سال 2022 1.8 میلیارد دلار بود. در 5 سال اخیر چین به ازبکستان بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و قرض دولتی این کشور در نزد پکین همگی 4.2 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. طبق معلومات رسمی بانک ملی قزاقستان تا 1 اپریل سال 2021 قرض عمومی قزاقستان از چین 9.7 میلیارد دلار را تشکیل می‌کند. اما طبق معلومات مرکز بین المللی تحقیقاتی ایداتا، قزاقستان تنها در دوره از سال 2000 تا سال 2017 35 میلیارد دلار از چین قرض گرفته است. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что мы намерены и далее всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая наших китайских партнеров. معاون فرمانده پیکر 217 طالبان ملا جان محمد حمزه معروف با نام ملا جان تهدید کرده است که در صورت دست نکشیدن دخالت دوشنبه به امور داخلی افغانستان، تاجیکستان را در دوام 1 هفته تصرف خواهد کرد. در این باره سامانه 8am AF با تکیه به یکی از منابعش خبر می‌دهد. در همین حال ملا جان مشخص کرد که اگر روسیه پشتیبانی تاجیکستان نگردد، این تهدید میتواند عملی شود. معنای پناه دادن به مخالفین قبلا گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین و مؤسس حزب اسلامی افغانستان گفته بود که تاجیکستان به مخالفین افغان پناهگاه داده علیه افغانستان جنگ اعلان کرد و از دوشنبه تقاضا کرد که به امور داخلی افغانستان دخالت نکند. از سوی حرکت طالبان
یادرس میکنیم که از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و تا امروز دوشنبه نسبت به حکومت نوی افغانستان موقع آشتی ناپذیر را اشغال میکند، در حالی که کشورهای دیگر منطقه آمادگی خود را برای همکاری با طالبان در بخش‌های گوناگون اظهار نمودند. حکومت تاجیکستان تأسیس به اصطلاح حکومت فراگیر را در افغانستان طلب دارد و در برابر این گروه مسلحانه مسعود خرد را دستگیری میکند. با تشبث رژیم رحمان حتی کوشش جلب اختیاریان در تاجیکستان با بهانه حفظ اهالی گویا تاجیک زبان در افغانستان برای جنگ برادرکشی جلب شده بودند. با عقیده مشاهدان صرف نظر از سخنان جنگجویان یکی از فرمانده طالبان، این اظهارات به گمان است که اساسی ندارد، زیرا آن با موقع رسمی طالبان که برای اعتراف حکومت نوی خود از طرف جامعه جهانی و همکاری کردن می باشد مخالف است. نمایندگان طالبان بارها اظهار داشته بودند که به حمله به کشورهای همسایه از قلمرو افغانستان اجازه نخواهند داد. رژیم تاجیک را پیش از همه نه حمله نظامی از قلمرو افغانستان بلکه احیای خود غایه زندگی از روی قانونهای دین و متحد کردن یک منطقه یگانه تاریخی با تحریب سرحدهای سنی ملی به اضطراب می‌آورد. مثال روشن مناسبت گرم و جوشان اهالی آسیای میانه با طالبان واکنش ساکنان سمرقند میباشد که به قریبی هیئت وکیلان افغانستان به آنجا تشریف آورده بود. این اسرار نگاه داشته شود تا ما یک دفتر دیگه در داخل تاجیکستان باز انسان جمعیت دولت دیگن. از 1 اوگوست در ازبکستان محاکمه لایحه قانون عاید وارد نمودن تغییر و الهه‌ها به سرقانون جمهوری ازبکستان به آخر رسید. طبق اطلاع شبکه تلگرام یوکسلیش لایف، در جریان محاکمه 117357 پیشنهاد عاید به اصلاحات سرقانونی وارد شده است که در میان آنها پیشنهادهای جانبداران اصلاح ماده 90 سرقانون فعلی درباره تمدید مهلت پرزیدنتی از 5 تا 7 سال نیز موجودند. معلوماتی که روزنامه‌نگاران به دست آوردند نشان می‌دهد که برخی از این پیشنهادها در بعضی جایها در شکل درخواست کارگران نشر شده بودند، چون در زمان شوروی می‌نویسد آزادلیک. از جمله کارمندان کارخانه‌های دولتی و تشکیلات‌های بودجویی را مجبور کردند که درخواست‌های خطی فرستند. Bermoqchimiz prezidentimizni butun umr qolishini biz taklifini bermoqchimiz. فعالان محله همچون از ساکنان محله ها تقاضا کردند که به رقم 1341 زنگ زنند و از آنها درخواست کنند که مهلت ریاست جمهوری از 5 تا 7 سال تمدید کرده شود و یا پیشنهاد یک عمر باقی بماند. علاوه بر این محرران آزادلیگ در اختیار خود چند دلیل حجتی داشتند که آدمان را مجبور نمودند که ورقه های با چنین پیشنهاد امضا کنند. نسخه یکی از پیشنهادی به پالات قانونگذاری مجلس عالی نوشته کارمندان عضمت کامبینات در شهر بیکاباد ولایت تاشکند به آزادلیگ سپرده شد. من استقامت کننده شهر بیکاباد ولایت تاشکند هستم. از اصلاحاتی که حالا مملکت ما گذرانیده ایستاده است خیلی قناعتمندم. از این رو من درباره ماده 92 سرقانون ما پیشنهاد دارم. پیشنهاد من این است که میخواهم مهلت وکالت پرزیدنتی از 7 سال دوام داده یک عمر به وظیفه پرزیدنتی انتخاب گردد. یکی از مسئولان ناحیه زامین ولایت جیزخ که افشای نامش به دلیل امنیتی خواسته است افشا نگردد گفت که این کار به دوش کارمندان یک کارخانه دولتی مجبوری صورت گرفته است، نه در شکل خطی بلکه شفاهی برای همه تشکیلات ها. وزارت کارهای داخلی، دادستان کل، مکتب ها، کودکستان ها، یاردمچیان حاکم سپارش داده شد که با درخواست زنگ تلفنی به رقم 1341 به نزد مردم شهر رفته پیشنهاد نمایند که مهلت پرزیدنتی 7 سال گردد. اهالی ناحیه زامین به پرزیدنت باوری ندارد. اول 2 سال برای مردم کار کرد، سپس برای خویش و تبار خود کار کرده به آفشار پول میگذراند. کریموف 2 دختر داشته باشد ولی این خویشاوندانی زیاد دارد و آنها سر نمیشوند، میگوید منصبدار. Zaten 30 yıldan beri mutlaka islahat kılınmadı bu yurtta. Bu